سرخط خبرها. مهر مخفی: احمد ابراهیم با افراطگرایی نیز عیبدار شده است. اسرائیل گفت یحیی سینوار رهبر حماس کشته شد. و نگرانی لیتوا از افزایش تعداد مهاجران از آسیای مرکزی. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 18 اکتبر. ارتش اسرائیل از احتمال کشته شدن یحیی سینوار رهبر گروه حماس در نوار غزه خبر داد و گفت که در حال سنجیدن این معلومات است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. مقامات اسرائیل گفتند 17 اکتبر در عملیات در غزه 3 کس را کشتند. ما معلوماتی را می‌سنجیم که احتمالاً یکی از کشته شده ها یحیی سینوار است. فعلا شخصیت تروریستان را تصدیق کردن مشکل است آمده است در خبرنامه ارتش اسرائیل. در اظهارات شرح بیشتر داده نشده است. یحیی سینوار یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 با اسرائیل گفته می شود. این حمله سبب جنگ نو در غزه میان حماس و اسرائیل شد. سینوار ماه آگوست امسال و بعد کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران رهبر گروه حماس شد. مقامات اسرائیل بارها گفتند که سینوار در نقب یا تونل های ساخته گروه حماس پنهان شده است. یحیی سینوار 62 ساله 10 ماه باز در مظهر عام دیده نشده است. اسرائیل بارها اعلام کرده بودند که هدف از بین بردن یحیی سینوار را دارند. با پرونده احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در خطلان که ماه آگوست امسال با اتهام دادن پاره به کارمند کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شده بود، مهر مخفی زدند. بررسی پرونده او از جانب دادگاه کلوب در بازداشتگاه موقتی در این شهر آغاز شده است. یک منبع آگاه از جریان تفتیشات روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت در پرونده احمد ابراهیم 2 اتهام دیگر علاوه شد. به اطلاع همصحبتی ما دادستانی کلوب او را به افراطگرایی و طمع‌جویی نیز عیبدار کرده است. گویا کارشناسان خلاصه دادند که احمد ابراهیم در نوشته‌هایش به افراطگرایی راه داده است و از چند منصبدار پول طلب کرده است، گفت منبع رادیو آزادی. دوستان و همکسبانش اتهام را علیه احمد ابراهیم خصاص یا انتخابگیری مقامات برای مطلب‌های تنقیدیش می‌دانند. نزدیکان احمد ابراهیم با رسانه‌ها صحبت نمی‌کنند. یکی از پیوندانش تنها همین را گفت که مقامات برای دیدن او به کسی اجازه وارد شدن به بازداشتگاه نمی‌دهند. با وجود بیش از 10 سال عملی‌شوی ساختار تشکل حکومت الکترونی در تاجیکستان، کاربران و ناظران میگویند که این روند ضعف‌های زیادی دارد. یکی از نمونه‌های آن پورا فعال نبودن سامانه‌های اطلاعاتی برخی از ناحیه‌های ولایت سوغد است. مسئولان این نهادها میگویند متخصص ندارند و کارشناسان ساحه ناکفایه بودن مبلغ‌گذاری این بخش را اساس می‌یابند. فرزان محمدی در این باره گزارش می‌دهد. دست کم 4 سامانه اطلاعاتی مقامات محلی ولایت سوغد غیر فعال یا کارشان نامنظم به نظر می‌رسد. برای مثال سامانه رسمی ناحیه کوهستانی مسچا تقریباً 1 سال باز خبر یا نوید محلی را نشر نکرده است. پایگاه خبری ناحیه جبار رسولوف در چند ماه 1 مرتبه از واخوری مسئولان با مردم خبر می‌دهد و بیشتر اطلاعات وزارت و اداره‌های جمهوری را باز نشر می‌کند. مسئولان سامانه ناحیه سپیتامین با چند جمله کوتاه و عکس‌های زیاد از جریان چاره‌بینی‌های محلی کاربران را آگاه می‌کنند و اکثر بخش‌های سامانه فعال نیستند. حکومت ناحیه دیوشتیچ بعد تقریباً 5 سال ماه‌های اخیر به نشر خبر و اطلاع شروع کرده است. این هم پس از آن بود که خبرنگاران در نشست مطبوعاتی از فعالیت نامنظم سامانه سوال کردند. تا این وقت تنها خبرهای امنیتی و مرزی در سامانه دیوشتیچ نشر می‌شدند. عصبی متخصص نبودم، ما یک نفر آوازی وابسته کردگی از شعبه ایدئولوژی کمتر چیکار دوست آموخته ایستاده است. بنابر همین هم من یک هفته پیشم همیستم که ایران که فکر بودم علاقه گروه جمعه کرده گستم از این هفته فعال میشد. گروه سمت ایدئولوژی بلوک ایدئولوژی باید کار کنم. موضوع در آموزش قرار دارم. باید یک رئیس ناحیه ایران میشم. من کانادای شمالی من از رادیو آزادی سامانه اطلاعاتی ناحیه شهرستان بعد انتقاد وکالتدار عاید به حقوق انسان و بازنشر آن در سامانه رادیو آزادی حالا فعال به نظر می‌رسد. امبودسمن یا وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان سال گذشته در گزارش تازه‌اش از کار سامانه‌های رسمی به خصوص سامانه‌های دادگاه‌ها انتقاد کرده بود. موجود نبودن رویخطی پرونده‌های دادگاهی در بعضی سامانه‌های دادگاه‌ها و ناپوره بودن معلومات درباره کار اداره‌ها از کمبودی‌هایی می‌باشند که امبودسمن بر آنها تاکید کرده است.
در نشست خبری دادگاه ولایت سوغد نیز این مسئله بررسی گردید و مسئولان گفتند که در این روند کاربری دارند. روزنامه‌نگاران در صحبت با مسئولان ساحه علاقه تاکید کردند که برای تامین حقوق دسترسی به اطلاعات در برابر پیشروی‌ها مشکلی‌های نیز وجود دارند. اکثر وزارت و ساختارها همش سامانه‌اش علاقه دارند. حکومت ولایت وزارت انرژی وزارت داخلی و غیره و غیره خدمات علاقه دارند. این علاقه استفاده مردم استفاده می‌کنند. قبول معلومات یا مراجعه‌های الکترونی علاقه رفته شده است و جهت تکنیکی تامین برای قبول معلومات این چنین کارهای تکنیکی رفته شده است. یک نگاه به سامانه‌های رسمی اداره‌های دولتی نشان می‌دهد که در اکثر آنها اطلاعات تازه نشر نمی‌شوند یا موادهای بازنشر می‌گردند که بیرون از سمت کارشان است. برای مثال در سامانه رسمی حکومت‌های محلی بیشتر مطالب سامانه‌های رسمی جمهوری از جمله درباره تروریسم و اکستریمیسم بازنشر شده‌اند. مقامات به خصوص حکومت‌های محلی می‌گویند برای بهتر کردن کار سامانه‌هایشان نیروی کاری و متخصصان صاحب تجربه ندارند. امروز فعالگردانی سامانه‌های رسمی شهر و ناحیه‌ها حتی باید ساختارهای هم هر یکتاشون سامانه خود داشته باشند، اما همین چیز در عصر رشد تکنولوژی اطلاعاتی بسیار باعث به نگرانی است. در همین حال کارشناسان ساحه فناوری‌های نوین میگویند کار سامانه‌ها نه فقط در سمت اطلاع رسانی نسبتاً سست به نظر می‌رسد، بلکه بررسی مراجعات شهروندان و واسطه حل زودهنگام کارافتادگان تقریباً مشاهده نمی‌گردد. همین مشکل همین ده که در مقامات دولتی معاش بلند نیست، معاش پست است. متخصصی خوبه معاش پست قدی جواب کردن نمی‌شود. برای هزار اگر مثلا تایار داشته باشه هم متخصص جواب کردنش کمتر مشکلی است. با وجود این سامانه‌های برخی شهر و نواحی سوغد نسبت به سالهای پیش فعالتر شدند و بیشتر صفحه‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی فعال گشتند، ولی بخش چند رسانه‌ای در اکثر پایگاه‌های رسمی وجود ندارد. انتقاد از کار سامانه‌های اداره‌های دولتی در حال ادامه دارد که حکومت تاجیکستان از سال 2011 این جانب تلاش دارد برنامه حکومت الکترونی را در کشور عملی سازد. با توجه به وضع فعلی سامانه‌های مقامات دولتی، کارشناسان رسیدن به چنین هدف را در سالهای نزدیک زیر سوال می‌گذارند. مقامات لیتوا را 14 برابر افزودن تعداد مهاجران از آسیای مرکزی نگران کرده است. بر نوشته رسانه‌های این کشور در 9 ماه سال روان تعداد مهاجران از تاجیکستان به این کشور از 57,000 تا 72,000 زیاد شده است. طور خبرگزاری فرگانا با تکیه به خبرگزاری‌های این کشور می‌نویسد داریوس یاونیشکیس راهبر دپارتمنت امنیت دولتی لیتوا گفته است که دوام 3 سالی اخیر تعداد شهروندان کشورهای آسیای مرکزی در لیتوا 14 برابر افزوده است. با تاکید این مقامدار این باعث نگرانی مقامات شده است، زیرا احتمال میل این مهاجران به تندگرایی یا رادیکالیسم اسلامی وجود دارد. این منصبدار گفته است که بنابر زیاد شدن شمار مهاجران مقامات زیر راهبری او نمی‌توانند همه خارجیان را تفتیش کنند که در این مسئله های آشکار نمودن جاسوسی و مبارزه با تروریسم خطرهای جدی ایجاد می‌کند. طبق معلومات دپارتمنت مهاجرت لیتوا از روی تعداد شهروندان خود در لیتوا، ازبکستان و تاجیکستان در جایهای 4 و 5 قرار دارند. اوکراین در مقام اول قرار گرفته، در ادامه بلاروس و روسیه جایگیر شدند. در این کشور اروپایی در عموم نزدیک 222,000 خارجیان با اجازتنامه اقامتی عمل کننده کار و زندگی می کنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 18 اکتبر خبر می دهد.
18 октябри соли 1992 овозхони саршиноси тоҷик Кароматулло Қурбонов ва аъзои дастаи ҳунариаш ҳангоми бозгашт аз як базм дар ноҳияи Ёбон кушта шуданд. Ин қатл ба оташи ҷанги дохилии Тоҷикистон рӯған рехт. гумон рафт ки он кори дасти мухолифон аст, вале дертар ошкор гашт ки овозхони маҳбуб ва дӯстони ӯро Абдувосит Самадов ва мусаллаҳони ӯ ки тарафдори фронти халқӣ буданд ба қатл расониданд. 18 октябри соли 2019 Бонки Миллии Тоҷикистон дар рӯйхати афроди алоқаманд ба терроризм номи 2400 нафарро нашр кард. дар он 122 нафар аз ҷумла рӯзноманигорони мунаққиди ҳукумат ва фаъолони сиёсӣ ҳам ҷой дода шуданд ки барои мавқеи сиёсиашон мавриди таъқиби мақомот қарор гирифтанд. Бонки Миллӣ таҳияи ин феҳристро як амри зарурӣ дар чаҳорчӯби ҳамкорӣ бо Созмони Байналмилалии мубориза бо пулшӯйӣ номид. баъди эътирозу маҳкумияти бархи журналистони тарки Тоҷикистон карда, исми онҳо аз ин феҳрист берун карда шуд. шаби 17 ба 18 октябри соли 2017 қабри яке аз раҳбарони замони шӯравӣ ва қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров аз боғи айнии шаҳри Душанбе ба оромгоҳи Лучок кӯчонида шуд. пеш аз ин қабрҳои Ҷаббор Расулов, раҳбари пешини Тоҷикистон, Боқир Раҳимзода, шоири маъруф Камол Айнӣ ва ҳамсараш Муқаддима Ашрафиро низ кӯчонида, дар ин ҷо танҳо оромгоҳи Садриддин Айнӣ монд ва бозсозӣ шуд. ҳукумати Тоҷикистон дар шарҳи ин қарори худ гуфт, ҳадафаш омехта накардани макони тафреҳ бо оромгоҳ аст. ва чун ҳамеша дар поёни барнома аз қурби асъор мегӯем. қурби рубл субҳи имрӯз низ бетағйир аст ва 1000 рубл ба 110 сомонӣ баробар аст. 100 евро 1158 сомонӣ муқаррар шудааст ва 100 доллар ба 1065 сомонӣ. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд. ба шумо истироҳати хуб орзумандем. худо нигаҳдор.